اینجا یه راه میانبریه که از زیر پل ورسک میاد به سمت سوادکوه میره. وسط این دوتا کوه خیلی سایه خوب و بسیار قشنگی داره. البته الان بالای این دوتا کوه لبه وسطیش که نگاه کنین مه در حال حرکت هستش، عین یه ابر سفید. خیلی خوشگل و دیدنیه. واقعا آدم باید تو این لحظه اینجا باشه، از زندگی باید لذت ببری. به 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 به. بچه نگاه کنین اینجا، دقیقا اینجا میانبریه که از زیر پل ورسک از کنار جاده اصلی میان مردمی که بلد هستن، البته میان از اینجا، از این میانبر رد شن که هم این طبیعت رو ببینن، هم در حال بتونن زودتر بگذرن. اون بالا نگاه کنیم وسط این دوتا کوه مه خیلی خوشگل در حال حرکت هم هستش اگه دقت بکنین. این هم که همین دوتا کوه سنگی و یه سایه خیلی خوب و همیشگی داره اینجا، سایه پایدار.